زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت. از حق غنیسازی یورانیم نمیگذاریم. همچنان دست ما روی ماشه است و به همه خواستهای ما رسیدیم. رئیس جمهوری ایران در حال این موردها را بیان کرده که قالیباف و ونز رو در روی هم در سوئیس گفتگو میکنند و برنامه هسته‌ای ایران و توقف جنگ در لبنان از موردهای محوری این مذاکرات گفته شده. بینندگان یک در سراسر جهان، سلام. به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم‌ها را با سواکاوی بیشتر میگیرم. مهمان من در این برنامه دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل از لندن هستند. آقای فاطمی، بسیار ممنون که فرصت دادین. مذاکرات سوئیس هم کلید خورد. برآیند این مذاکرات را چه میدانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای شکومن و بیننده های سرویس خبری شما. علیکم السلام. خب چون نیاز امریکا بود و به هر قیمت که امریکا چیز ای را میخواست، از خاطر که طور که واضح یعنی واژگاف دونالد ترامپ گفت که اقتصاد امریکا هم رو به رکود بوده، انفلاسیون رو به بالا رفتن بود، موضوعات سیاسی داخل کشور بوده، مسائل خود زرادخانه‌های امریکا بوده. این کلگی باعث ازی شد که باید امریکا تصمیم خود میگرفت و ما این موضوع را بارها میگفتم که تا زمانی که امریکا تصمیم خود نگیره این مشکل حل کرده نمیتونه و مشکل بزرگش اسرائیل است و اسرائیل باید کنترل کنه. و دونالد ترامپ بارهایی گپ زد که من میتونم دونالد ترامپ را کنترل کنم، او در کنترل ماست، من در کنترل از اون نیستم. و دنیا ای را چالش کرده، دیدن که خب ما ببینیم که تو چطور را کنترل میکنی، چرا آدم کنترل نیست، از دست برآمدگی است. امروز صبح ما شما دیدیم که یکی از او علامتش نشان دادن و گفتن که با نتانیاهو صحبت شده و او قبول کرده که حملات خود بالای لبنان متوقف میکنه، مگر در پالوی شرط ای را گذاشت که تا جایی را که پیش رفته از اونجا عقب نمیره. بله. بنان ما شما دیدیم که نشست در سوئیس صورت گرفت. در سوئیس همچنان کوشش داره که ایران هم قناعت بتن. او قناعتی است که اگر ایران به هر موضوع اسرائیل عکس العمل نشان بده، امی امتیازات و امی کاری را که آل با پیش آوردن یک امن به منطقه برمیگرده، اینا مختل میشه و این چیزی است که نتانیاهو و اسرائیلی ها میخواین. بنابراین اینا کوشش میکنن که ایران قناعت بتن که ما اسرائیل کنترل میکنیم، لبنان موضوعش حل میکنیم، منتها تو عکس العمل نشان نده. اگر ایران عکس العمل نشان نده، اسرائیل که هر بازی کنه بازیش ناکام است و اگر ایران عکس العمل نشان بده بازی اسرائیل کامیاب میشه، هم امریکا را مختل میکنه و هم شرق الاوسط را مختل میکنه. بنابراین این نشست از هر لحاظ یک ارزش خاص خود داره و به حساب به هر قیمتی که بوده اینا انجام دادن، صورت گرفت و رول قطر نهایتاً دی اساسی و بنیادی بوده. یعنی قطر بود که دوباره ایران به این وادار کرد که حمله نکنه و به میز مذاکره بیاید. در ظاهر پاکستانیای دارن مگم در عقب برده کاروایی را کل گیره تمیم الثانی انجام داده و از همون خاطر خودشان فعلا در سوئیس موجود است و این جایی که برنامه میشه یه هم ملکیت خود قطری ها است، به حساب خانی از اون هست، هتل از اون هست و اینا همگی میمان قطر هستند. آقای فاطمی، خط سرخ ایرانی ها خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان چه کار میشه؟ در این مذاکرات و گفتگوها لحاظ خواهد شد یا خیر؟ اونجا او مسئله را حزب الله حل کرد. حزب الله گفت که این مشکل داخلی ما است، ما با اینا معامله میکنیم و ما ایرا میزنیم به هر قیمتی که باشه و سرزمینای خود میگیریم. یعنی ما به مجادله خود در اونجا ایرانی ها حتما او را کمک میکنن. یک دیگر هم باید یاد داشته باشین که همین مراودی تازه‌ای که به امریکا صورت گرفته درست قبل در او ایران ای را ذکر کرده که اگر امریکا در ظرف 72 ساعت آینده موفق به این نشه که اسرائیل کنترل کنه، بنان مذاکرات ما، معاهده ما با امریکا پابرجاست، صلح ما با امریکا پابرجاست، اما جنگ ما با اسرائیل ادامه پیدا خواهد کرد و ما حمله میکنیم. دیگه ببینیم که کدام طرف قوی میشه، آیا اونا میتونن ایران کنترل کنن و اسرائیل به مو زدن و کندن خود ادامه بده، یا ای است که از ایران به حرفای خود ساده میشه و حمله میکنن. خود در اینجا یک مشکل دیگه هم است که کلگی بار به گردن ایران انداختن
و به حساب همین دنیای اهل سنی که گپایشان بسیار کلان است و بسیار حرف با کلان رو میزنن، هر کدامشه که ببینید از خود پیر کلان جور کرده، مگر وقتی که به میدان عمل میشه تمام جهان سنی، من ایره با چلنج میگم، تمام جهان سنی را خو برده. اگر مسئله شیعه و سنی را میکنن، خو امی برادر شیعه شما اون داره از تمام برادرای سنی شما هم در غزه دفاع میکنه و هم در لبنان دفاع میکنه. شما را کجا خو برده؟ ترکیه کجا است؟ سعودی در کجا است؟ مصر در کجا است؟ پاکستان در کجا است؟ امروز اینا در مصر با هم نشستن، بگیرن یک تصمیم قاطع و بگن که ما برای دفاع از لبنان میاییم. چرا نمیاین؟ بزدل هستن، بی‌غیرت هستن، بی ایمان هستن، بی اراده هستن، تصمیم ندارن، تسلیم شدگی هستن و خود فروختن. ایران است که تنهایی خود استادگی میکنن. بنابراین بسیار چیز است که ایران را خواهد کرد یا نخواهد کرد. ایران خود نشان داد که کرد. حالا احتمال را اگر بر این بگیریم که گویا در جنگ و مذاکرات ایرانی ها دست بلند پیدا بکنن و در نهایت امر در توافق نهایی هم دست ایرانی ها بلند شود، طبعا که صحبت اول را و دستور اول را یا حرف اول را در واقع در جهان اسلام هم این شیعیای خود زدن که شما صحبت کردین. سنی ها باز دو میان چه کار میکنن؟ چیزی شبیه جنگ جهانی دوم خواهد شد که در کنار آمریکا اسرائیل بر ضد این بار شیعه استاد شوند؟ ببینید در پلوی شهر استاد میشن نمیشن او علیده که بس هم در خود جهان اسلام ایران دست بالا پیدا میکنه. ایران میدان میبره و این بیغیرت ها ببینن با اسرائیل خود نمی جنگن، اما با در بین خود می جنگن. اینمی بزرگترین اشتباهی از اینا است. در می دقیقه که وقتش از زمانش از باید دست متحد کنن. یک اخطار به اسرائیل بکار است. خدا شاید است که در ظرف 24 ساعت اسرائیل از لبنان میبرایه، 24 ساعت میبرایه. اگر ترکیه اقدام کنه، اگر مصر اقدام کنه، اگر اونا کلگی غلام شدن، بردی اسرائیل و امریکا شدن. با قیمت چه چیزی غلام شدن که امروز صحبت نمیکنن؟ وقتی قدرت هم دارن. بقای زندگی خود. امی دنیای دروزه را این امیر هر چیز دانستن. حالا خب با قول شما که آنقدر قدرت دارن که اگر فقط یک اخطار بتن اسرائیلی ها لبنان را ترک میکنن. با این قدرت با چه قیمتی واقعا غلام شدن؟ با قیمت شان و جلال زندگی دنیوی. این توانی که دارن بسنده نیست که بتانن هم اسرائیل را مانع از حضورش در لبنان شوند و هم شأن و قدرت زندگی خودشان حفظ بکنن؟ ارلیش میتونن. این با ایمان میشه. ایمان ندارن. ایمان اگر می بود وقت اقدام میکردن. جنگ به ایمان میشه، جهاد به ایمان میشه. در اینجا ایمان وجود نداره. و حالا پس بگردیم به بحث لبنان اسرائیل که شما هم صحبت کردین. گفتین که مشخصا ایرانی ها با آمریکایی ها توافق میکنن و میگویند که توافق ما با شما پابرجا، اما به حمله های اسرائیلی ها ممکن است پاسخ بدیم. خب اگر پاسخ بدن اینجا ایرانی ها آمریکایی ها میپذیرند که سکوت کنند در مقابل حمله به اسرائیل؟ ببینین یک تغییرات کلی در امریکا آمده. شما صحبت‌های جی دی ونس واضح دیدین که او برای اسرائیل گفت که سیاست خارجی ما بعد از او سیاست خارجی خود ماست. ما نمیتونیم که از خاطر امنیتی تو همه چیزا به یرغمال کنیم. چرا اسرائیل واضح گفت که تو میخوای از خاطر 9 میلیون نفوس خود 2 میلیارد مسلمانان را بکشی، چرا که امنیتی تو هیچ تضمین نمیشه و این کار ما گفت کردن نمیتونیم. گفت که امیر رقم ما با فرانسه و جرمنی روابط داریم، با امیر رقم با تو روابط داریم، بنان بالای ما خدا حاکم نکو. من فکر میکنم که امریکایی ها مالی را در کردن. به خصوص میگن که نسل جوان امریکا از این بابت کشتارهای 3 سال 4 سال گذشته اسرائیل در غزه و فعلا حملات بزدلانه و به حساب وحشانه از اینا در لبنان، با کلی جوانای امریکایی به مخالف ازی هستن و میگن که چی نوع قانون بین الدول است، چطور ملل متحد چرا جلویش گرفتن نمیتونن.
و این مبدل میشه به رأی از اینا که در انتخابات میتن و کی را باید بیارن کی را نبیارن. از این بابت هر کسی که در پلی اسرائیل در اونجا فعلا استاده شود شاید عکس العمل جدی روبروی شوند. اما اگر از این بابت امریکا یک قدم به عقب گرفته تا انتخابات آینده را که در پیش روی دارن او را از دست نتن. از این بابت اونا با پیشتر رفتن و اگر کدام عملیات را ایران انجام بده من فکر نکنم که امریکا در این مقطع زمانی دفعتا در پالوی اسرائیل بیا ایستاد شود و دفاع کنه. شاید همه قدر کنه که برای اسرائیل هم بگه که توی قدم عقب بگه و به ایران میگه خوب که حمله کردی دیگه اضافه نکو. از این بیشتر چیزی نخواد بگه. آقای فاطمی، برآیند اصلی و مشخص گفتگوهای سوئیس میان رهبری ونز و قالیباف را چی ارزیابی میکنین؟ من فکر میکنم ایرانی‌ها بسیار واضح صحبت خواد کردن. ایرانی‌ها برش میگن که ما با خودتان هیچ مشکلی نداریم. مسئله ایرانیان هم که حل میکنیم، اتم هم حل میکنیم، تنگی هرمز حل میکنیم، کل گیره در این مسئله اون جایم کردن و بمی و ما عمل هم میکنم، عمل دارم میکنم. مگرم مشکل خود اسرائیل است. صرف امریکا شاید بگه که تو رابطه تا کتما نگاه کو، با ما مراوده کو. امیر رقم که میگی که اسرائیل کشور آزاد است و چیزی که میکنه او خودش میکنه با گفته من نمیشه، بنان تو در عقبش استاد نشو. تو بر ما همین که طوری که جی دیوینز گفت که اگر ما در پولید نباشیم ذره ذریت میکنه. ایران بر چالش میته که تو در پولیش نباش تو بیبی که بعد اسرائیل چی جور میکنم گفتن چلاو میسازمش یعنی. گپ اینجاست که امریکا را اینی گپ اینا چیز کنن و امریکا برای زیاد نه یک ماه یا نهایت 2 ماه خود عقب بگیره، کمک مالی و نظامی نکنه. با شما ببینید که اسرائیل در غار کومد را در این گفتگوها طرفها به چه نتیجه مشترک میرسن یا نمیرسن؟ میرسن، حتما میرسن و حتما، چرا که دهی فایده اردو است. هم امریکا نیاز به جنگ بندی داره و هم ایران نیاز به جنگ بندی و این پول و امی کمک ها داره. برای ایران امتیاز بسیار زیاد داده شده. این مسوده را اگه ببینید این سراپا برای ایران است. از این بابت ایران دیگه و این از همین خاطر بسیار چرب و نرم برای ایران ساختن که یکی مسئله لبنان بسیار شدید نگیره و دیگه ایست که اینا را پیدا کنن به داخل نظام. یعنی این مسائل در اینجا است. خب مسائلی که بعداً امریکا در داخل ایران چی میکنه او را ایران بعداً خواهد دید. اما در این وقتی زمانی متوقف کردن جنگ، باز کردن به حساب روابط با جهان، از بین بردن تعزیرات و تحریمات، اخذ پول به دست آوردن پول و عرضه پترول و نفت به جهان، این اهداف کلان ایران است که ایران باید انجام بده و اگه این اهداف خود به دست آورد من فکر میکنم ضربه را که این کار به اسرائیل میرسانه حتی حمله ایران به ضربه را به اسرائیل بسیار تشکر. و در این حال ایران میدانه که امو کمکای خود با حزب‌الله ادامه بده تا به ذریعه حزب‌الله، طوری که حزب‌الله دیروز هم گفت که مسئله لبنان ما چیز میکنیم و ما هم با آتش بس حاضر هستیم هم به جنگ و ممکن که اونا جنگای خود تشدید کنن و اسرائیل در اونجا در این روزا هم تلفات سنگین به اسرائیل وارد شده و انشالله دیگه هم اونا قوی‌تر خواهد شدن که ایران هم کاری کنه و ضرورت باعثی نخواهد بود که خودش باز دوباره وارد جنگ شود. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، ممنون حضورتان در برنامه خبری تحلیلی امشب ما از لندن.